مردانی که امروز در غرور جوانیشون هستند، در هیجان جوانی و شهوتشون هستند، نمیدانند چه رفتاری با والدینشون دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از اشراک بالله بزرگترین گناه حقوق الوالدین هست، نافرمانی پدر و مادر هست. امروز چقدر ما فرمان بردار هستیم، چقدر ما مطیع والدین هستیم. لا يدخل الجنة عاق، در بهشت داخل نمیشه نافرمان والدین. عاق کسی که نافرمان والدین باشه. قصه ای رو امام ابن قیم رحمه الله ذکر میکنن در کتابی. میگه یک فرزندی بسیار نافرمان مادرش بود، فرزندی بسیار نافرمان مادرش بود. هرچی مادر نصیحت میکرد، هرچی مادر بهش میگفت توجهی نداشت، نافرمانی میکرد، گستاهی میکرد در حقش، باش برخورد میکرد. در ضمن هم مدمن الخمر بود، شارب شراب بود. امروز اگر شارب خمر نیست معتاد هست، مخدرات استعمال میکنه، فرقی نداره، سکر هست، چه تریاک باشه، چه شراب باشه، چه کریستال باشه، چه هر کوفت و زهرماری باشه، سکر هست. قرص باشه، قرصی که استفاده میکنه الان این پسر، این فرزند علاوه از این که عاق نافرمان مادر بود، مدمن خمر بود، شراب می نوشید. یک روزی مادرش وارد اتاقش شد، دید که فرزندش در حال نوشیدن شراب هست. گفت فرزندم وقت نمازه، از این کار دست بکش. منادی الله ندا بیده، اجابت بکن منادی را. عصبانی شد، مست بود، مادرشو زد. تنور روشن بود، مادرش که نون بپزه، میگه مادرشو گرفت داخل تنور انداخت، جلو چشماش مادرش کباب شد. اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة عاق، عاق به بهشت نمیره. اون کسی که نافرمان مادر باشه، در حق مادر گستاخی بکنه، بهشت بر حرام هست، نمیره به بهشت.